مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که با همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به کاسبی چند هزار میلیاردی بانک‌ها با پول مردم، یعنی با پول من و شما، با شما صحبت بکنیم. کاسبی که اینگونه صورت میگیره: ما مردم پولامون رو در قالب سپرده به بانک‌ها میسپاریم، بعد بانک‌ها میرن با پول من و شما برای خودشون ملک و املاک میخرن، مدیر عاملاشون پولای میلیاردی میزنن به جیبشون، از رانت‌های دولتی هم استفاده میکنن، بعد با هزار تا منت به من و شما وام میدن. تازه اگر ما آشنا داشته باشیم و پارتی داشته باشیم بهمون وام میدن، بعدش سود میکشن روش و میذارن پول و سودش رو توی جیب مبارکشون. بعد مردم میان میگن آره همه چیز دست این آخونداست و فلان و فلان. آقا آخوندا و این مراجع تقلید بارها اعلام کرده بودن که این سیستم بانکی رو رباه، نکنید این کارو. اما چون قانون سفت و محکمی در مقابل بانک‌ها نیست، میگن بابا حالا آخوندی حرفی زد دیگه، کی به کیه. در صورتی که اگر اون نماینده‌های بیورزه مجلس توی مجلس یک قانون درست حسابی تصویب میکردن و دولت و قوه مجریه رو مکلف میکردن و مجبور میکردن که این قانون اجرا بکنن، شما یقین داشته باشید که سودهای بانکی که تا 42% هم میره حذف میشد به همین سادگی. اما دولت هیچ وقت نمیاد لایحه به مجلس بده. چرا؟ چون امثال آقای جهانگیری و برادرش کاشف عمل میاد که اومدن بانک گردشگری رو زدن. خب اگر بیان لایحه بدن به مجلس، خب خودشون از نون خوردن میافتن. ظرف مدت کوتاهی 6 شرکت اقماری بزرگ از جمله بانک گردشگری نیز توسط او با سرمایه 600 میلیارد تومانی و با حمایت‌های دولت وقت تأسیس می‌شود. آقای معاون اول که مدعی اتلاف میلیاردها دلار درآمدهای دولت قبلی است، موضعش نسبت به رانت‌های برادرش در دولت قبل چیست؟ تخلفات ایجاد شده در بانک گردشگری این مجموعه را به مرحله انحلال سوق می‌دهد. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 11 ورق برمیگردد و نه تنها به تخلفات بانک گردشگری رسیدگی نمی شود، بلکه شرکت سمگا هر روز گسترش می یابد و مهدی جهانگیری به لطف حضور برادرش بر مسند دولت و حمایت‌های شریک و نماینده با نفوذش جواد پالیزدار به مرد شماره 1 صنعت گردشگری ایران بدل می شود. خب دیدید دیگه، برادر آقای جهانگیری که معاون اول رئیس جمهوره میاد و مشخص میشه که بانک داشته. خیلی از این دولتی‌ها و نماینده مجلس سهام داره این بانک‌ها که هنوز گندش بالا نیامده. و اگر قوه مقننه میومد یه قانونی تصویب میکرد که 290 تا نماینده مجلس توی قوه مقننه و قانون رو درست و همراه با چارچوب‌های سایر قانون‌های دیگه که مداخله بهشون نداشته باشن تصویب میکرد، مطمئن باشید که این بانک‌ها جرأت نمی‌کردن سودهای عجیب و غریب تا 27% از مردم بگیرن. حالا نظر مراجع تقلید رو هم جلوتر به شما میگیم که در سیستم اسلامی ایران مراجع تقلید هم میان صحبتی میکنن، بانک‌ها براشون ترم خورد نمیکنن که بعد مشخص میشه یک آقازاده 28 ساله مثل این سالار آقاخانی میاد پول مردم رو میکشه بالا و میره که اگر همین آدم رو شما تو خیابون ببینید کود بارش نمیکنید. نگاه کنید تصویرشو، همین آدم تونسته رانت‌های میلیاردی بکنه، میلیارد دلاری ها، نه میلیارد تومانی، به خاطر اینکه در سیستم بانکی ایران باگ وجود داره. بعد از اون طرف مردم ما لنگ یک وام 2-3 میلیون تومانی هم و این افراد میتونن با توجه به سیستم بانکی که باگ داره از مردم سوء استفاده بکنن. حالا اگر دوست دارید بدونید که این کاسبی های میلیون دلاری توسط بانک‌ها چجوری صورت گرفته، این ویدیو رو ببینید که درآمد بانک‌ها رو نشون میده. نمونه بانک ملت هست که پروژه‌هاشو در سمت راست دوستان می‌بینن. انواع پروژه‌های بانک ملت هست که رو سایت خود بانک ملت مشخص هست. نمونهش پروژه 64000 متر مربعی برج جام هست که تو مستند هم بود و انواع پروژه‌های دیگه. بانک تجارت با هم می‌بینیم که شرکت سرمایه‌گذاری تجارت ذیل بانک تجارت در سایتش مشخص شده. سمت راست لیست پروژه‌هایی هست که با هم می‌بینیم. نمونه‌هایش رو با هم داریم. مجتمع تجاری در پاسداران 2000 متر مربع، مجتمع تجاری در ولیعصر 40000 متر مربع، مجتمع تجاری در میرداماد 3400 متر مربع. این
مجتمع تجاری متر مربعی نزدیک 10 میلیون تومان هست. یعنی اگر حساب نزدیک 100 میلیون تومان متر مربع تجاری های تهران هست. 100 میلیون رو در 40,000 متر مربع ضرب بکنیم میشه 400 میلیارد تومان. تقریبا اکثر این پروژه ها بین 500 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان هر کدوم از پروژه ها هست. پروژه مسکونی جمال آباد که یک پروژه خیلی ویژه‌ای هست که حالا توضیحاتش بماند. بانک پاسارگاد رو با هم پروژه هاش می‌بینید که باز از خود سایت بانک پاسارگاد نه، هیچ چیز محرمانه‌ای نیست، همه مردم میتونن ببینن. تخلف هم شاید اصلا بانک‌ها معتقد داشتن که تخلف هم نیست، ما می‌خوایم جهتگیری بانک‌ها رو ببینیم که منابع بانکی به سمت چه کارهایی رفته و اگه الان تولید کننده ما 40% داره کار میکنه و نقدینگی نداره، نقدینگی‌ها کجا رفته در سال‌های گذشته. پروژه‌های مختلف رو با هم می‌بینیم که تجاری 30,000 متر مربع با قیمت‌های میگم متوسط مردم بگیرن متری 100 میلیون تومان این تجاری‌ها رو. باز پروژه‌های مختلف بانک پاسارگاد، بانک پارسیان رو با هم می‌بینیم، انواع پروژه‌هاشون رو. مجتمع تجاری در تهران 6650 متر مربع، دهکده المپیک 12000 متر مربع، 10000 متر مربع. مجتمع تجاری اداری سیمرغ در ولیعصر 10000 متر مربع، مجتمع مسکونی لوتوس 7500 متر مربع در تجریش، مجتمع مسکونی در فرمانیه 17750 متر مربع. تقریبا هر بانکی بین 2 تا 5000 تا 10000 میلیارد تومان پروژه ساختمانی داره. مجتمع تجاری اداری پیروزی در حال ساخت 167000 متر مربع، مجتمع تجاری در بلوار فردوس تهران 93000 متر مربع در حال ساخت، مجتمع کشاورز در بلوار کشاورز تهران 71000 متر مربع. بانک سرمایه رو با هم می‌بینیم. بله، تو سایت خود بانک هست که از انواع شرکت‌های بانک سرمایه رو نشون میده، صرافی دارن و حالا این فقط بخش ساختمانی شما با هم بعضی از پروژه هاشون رو داریم نشون میدیم. پروژه جنت آباد شمالی 54000 متر مربع که تجاری اداری، اگر متوسط اینها رو بگیرید مثلا متری 20 میلیون، چون حالا اداری و اینها هم داره، 54000 متر 20 میلیون، ببینیم چقدر میشه. کاربری 100% تجاری 71000 متر مربع در شهرستان شیراز، 43500 متر مربع برج دوقلو یادمان در اردبیل. بانک سپه رو با هم می‌بینیم پروژه هاشون، اینا همه تو بانک پروژه در واقع شرکت سرمایه‌گذاری هست که تو خود سایت بانک تجارت زده. مجتمع تجاری اداری امید تهران خیابان شهید مطهری 51000 متر مربع، مجتمع تجاری پارمیس 12400 متر مربع، مجتمع تجاری اقامتی مشهد در خیابان امام رضا 12400 متر مربع، مجتمع تجاری پردیس شرق تهران 93000 متر مربع. این 100000 متر مجتمع تجاری متری 100 میلیون تومان متوسط شما حساب بکنید میشه 1000 میلیارد تومان حدوداً. یعنی تو یک پروژه 1000، یعنی 5 تا از این پروژه های بانک ها رو جمع میزنیم مال یک بانک اینطور میشه 5000 میلیارد متر، 5000 میلیارد تومان که این 5000 میلیارد تومان بودجه عمرانی شاید 10 تا استان ما باشه در سال، که میبینید تو 5 تا برج این منجمد شده و خلاصه شده. مجتمع تجاری اداری همت 53000 متر مربع. تیپ پروژه ها رو میبینیم که چقدر با فضای اقتصاد مقاومتی و اصلا بحث تولید ملی و اینا همکاری داره. مجتمع تجاری اداری بهشتی 42000 متر مربع، ملا صدرا با 4300 متر مربع. حالا مجتمع‌های مختلف در مناطق شمالی تهران. بانک انصار رو با هم می‌بینیم که حالا این شرکتی هست که همکاری داره میکنه با بانک انصار، شاید زیر مجموعه نباشه ولی اعضای هیئت مدیره این شرکت مثلا مدیر عامل بانک انصار هستن. اطلس پلازا که مردم دیدن پروژه رو با هم می‌بینیم تصویرش رو که در تپه‌های عباس آباد هست. اینم تصویری هست که قرار هست که این پروژه به این شکل در بیاد که حالا از بعضی از بانک‌ها اصلا انتظار نداره، بانک‌هایی که قرار هست به هر حال کمک بکنن به اقتصاد مقاومتی. اینم تصاویر طرح پروژه هست. اطلس مال باز مرتبط با همون بانک. خیلی سریع اینم تصاویر حالا پروژه هست. بانک گردشگری انواع شرکت‌های ساختمانی و غیر ساختمانی که دارن و حالا پروژه‌های دیگه‌ای که ما حالا یک بانک رو داریم که نزدیک به 2 میلیون متر مربع فقط پروژه تجاری داره در منطقه 22 تهران. شاید شما هم مثل من دود از سرتون بلند شده باشه که حالا این بانک‌ها چجوری این اموال‌های
میلیاردی به دست بودن با سپردهای من شما. یعنی ما پول گذاشتیم، اینا رفتن باش ملک و املاک خریدن، گذاشتن تو جیب مبارک، تازه با منت هم بهمون وام میدن. از اون طرف وقتی میگم که این بانک ها وقتی پول دارن برای این مراجع تقلید ترم خورد نمیکنن، اینجاست. بریم نظر چند تا از مراجع تقلید رو بشنویم راجع به سیستم بانک. این سود رباخواری اسمشو کارمزد گذاشتن. کارمزد 28% یعنی چه؟ 20% یعنی چه؟ 18% یعنی چه؟ با تغییر اسم که مسئله عوض نمیشه، باید ماهیت عوض بشه، مزد کار باشه. بانک ها همچنان به عنوان اسلام مالی موندن، هیچ تکونی هم نخوردن، به صورت مضاربه درست کردن، همون رباست. ما واقعا باور نکردیم حرف خدا را. به شما میگن چه تورم باشه چه نباشه، چه رکود باشه چه نباشه، چه تحریم باشه نباشه، الا ولا بود سود داره، 20% سود داره، علی حسابم هست. این فأذنوا بحرب من الله هست. اون یمحقو هم که فعل مضارع است، فرمود یمحقو الله الربا. اقتصاد مقاومتی با سفارش با چرت و کار نمیشه. این بانک ها باید اصلاح بشه. دیدید دیگه، بانک ها برای این مراجع تقلید هم تره خورد میکنن، بعد بخوام برای من و شما مردم تره خورد بکنن. از اون طرف نماینده مجلسمون هم بیورزن، قانونی تصویب نمیکنن که این موضوع برای همیشه حل و فصل بشه. میریم جلوتر و میبینیم که وقتی سیستم بانکی باگ داره، وقتی سیستم بانکی میان اینجوری از سپردهای مردم سوء استفاده میکنن، بانک مرکزی هم میبینه که ای بابا مردم هم ساکتن، میاد یه دلال درست میکنه. دلال های نظیر سالار آقاخانی که یه تیکه مصاحبهش هم برای اولین بار و آخرین بار اومد پیرون، اصلا شما صحبتشو بشنوید، 2 ریال سواد نداره، بعد این آدم دلال ارزی میشه. سلام علیکم. سلام، خوب است. شما خیلی پول دارین و دعوت شدین تو این افتتاحیه. قضیه چیه؟ نه اصلا اینجوری نیست. چرا؟ ما از این منبع خیلی آگاه شدیم شما یه جوون به شدت پولدار هستین و نمیدونم کار نفتی بگیر، نمیدونم کار ساخت و ساز، به همه کاری انجام میدونه، خیلی پول دارین. اصلا بهتون نمیاد خیلی شبیه مسین. نه منم باشم میگم. حالا اون بحث پولو من زیاد در جریان نیستم، کار میکنیم حالا متوسط. چی کار میکنی؟ شغلتون چیه؟ بیشتر کار صرافی و اینا. یعنی شما کار نفتی نمیکنین، کار ساخت و ساز نمیکنین؟ نه حالا ممکنه بقیه انجام میدن به جای ما. خب اگه زنجانی دو نیست. نه چی اومدی؟ عجبه بگو بگیرنمون دیگه. من شما نفر اول طلا ایرانی. نه اونم اشتباه. کار صرافی که خودتون گفتین میکنین. خب طلا تو ایران اصلا کسی کار نمیکنه که. چرا؟ من جای دیگه است. ما فقط چیز کار هواپیمایی و صرافی انجام میدادیم، الان هواپیمایی دیگه انجام نمیدیم، فقط صرافیه. یعنی ایرلند داشتین؟ آره. مشارک اطلس جت. الان ندارین؟ نه الان فقط بحث صرافی و اینا رو دارم انجام میدیم. وضعیتون بس خیلی خوبه. ان شاءالله. میگه بله من یه مدتی تو کار دلار و اینا بودم دیگه، انگار مثلا مال باباش این همه پول آورده، من نمیدونم اینا از کجا آوردن. بعد توجه هم کردید یک سری از این، حالا اینا آقازاده هاشونن، باباهاشون قبل انقلاب یه چوب کبریت هم نداشتن. بعد از انقلاب من نمیدونم چجوری اینا به پول و ثروت و اموال رسیدن. حالا بریم نظر دادستانی رو راجع به بانک مرکزی و این مستر سالار آقاخانی بشنویم، ببینیم چه رانتی شده این وسط. در 1 سال گذشته و به دلایل شرایط خاص اقتصادی کشور و به دلیل عدم پیشبینی و آمادگی دولت، بانک مرکزی ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی و اندوخته ملی کشور تقریباً بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را روانه بازار کرد. معاون ارزی بانک مرکزی آقای احمد عراقچی و آقای سالار آقاخانی پیشنهاد می‌کند به صورت محرمانه با بانک مرکزی همکاری و در بازار غیر رسمی برای بانک ارز بفروشد. نماینده دادستان این رو هم گفت که متهمان به بهانه تخصیص ارز دولتی به صرافی‌های مجاز شبکه دلاربازی راه انداختند. متهم اصلی این پرونده سالار آقاخانیه که معاملات غیر مجاز و به اصطلاح فردایی ارزی رو هدایت می‌کرده. توافق بر این می‌شود که آقای سالار آقاخانی و عوامل وی شامل آقایان میلاد گودرزی، منصور دانشپور،
و علی آربند با انجام معاملات فردایی و کاغذی در بازارهای سبز میدان و افشار به میزان زیاد اقدام به کنترل قیمت در این بازارها نمایند. قطعا دیگه دستتون اومد دیگه. چجوری میان با رانت و لابی؟ از اون طرف سیستم بانکیمون باگ داره، از این طرف هم سیستم بانک مرکزیمون هم پر از اشکال و خطاه که به پولهای من و شمای مردم چجوری خودشون رو هر روز میلیونر و میلیاردرتر میکنن و ما بیشتر هدف این هستش یک کمی نماینده مجلس تکون بخورن. آقا بیافتید دنبال قانون تصویب بکنید دیگه. اگه قانون درستی تصویب بشه این بانک ها حساب کار میاد دستشون دیگه، جرئت نمیکنن رانت و لابی بکنن. ولی خب چون پشت پرده قسمتی از این نماینده مجلس و قسمتی از این دولتی ها خودشون سهام دارن تو بانک ها، میگن چه کاری ما یه قانون تصویب بکنیم و این سود بانکی رو برداریم حذف بکنیم، خودمون از نون خوردن میفتیم. بذار مردم بیچاره‌ان دیگه، وام به زور بهشون بدیم، سودم به زور ازشون میگیریم، هیچ کسی هم نمیاد که یقمونه بگیره. رسانه‌های داخل ایران خب نصفشون رو خریدیم، جرئت نمیکنن راجعمون صحبت بکنن. نصف دیگه از رسانه‌ها هم بهشون آگهی مناقصه و نمیدونم 4 تا تبلیغات میدیم، اونا هم جرئت نمیکنن راجعمون صحبت بکنن. تلویزیون هم که اسپانسریم 24 ساعت تو تلویزیون هم جرئت نمیکنه راجعمون صحبت بکنه. دوره هم دیگه میخوریم و میچاپیم، با پولم هر کسی که بخواد جلومون بگیره میخریم. این شده سیستم بانکداری بدون ربا ایران که مراجع تقلید میگن ربا و دارن هر روز خودشونو پولدار و پولدارتر میکنن. تهش هم در میاد فلان بانک اختلاس کرده، تهش هم در میاد که اگر یه بانک پول مردم رو نده یه اختلاس ریزی میکنن، از کشور خارج میشن و بانک هم تعطیل میکنن و کی به کیه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید و برامون هم کامنت بذارید. ممنونم که با کانال پشت پرده همراه بودید.